منم دلم براتون تنگ شد. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل جدید شروع شد و دوباره ما با همراه با بارش در خدمتتون هستیم. تیمی که این فصل داریم می‌بینیم به طور کلی شباهت خیلی کمی داره به تیمی که 3 ماه قبل فصلش تموم شد و به سختی تو لیگ موند. یه مدت طولانی بود که هیچ خبری از باشگاه نمی‌شد و بالاخره وقتی که خبری هم شد کسایی می‌دیدیم وارد تیم می‌شدن که به هر حال ما آشنایی ازشون نداشتیم. حالا اول که هیئت مدیره داشت تشکیل می‌شد یه خورده امیدوار کننده بود، بعد ولی خب بازیکنایی که می‌اومدن آمارا رو دقت می‌کردیم، خب برای بعضی‌ها سوال برانگیز بود و می‌پرسیدن خب این بازیکن‌ها واسه چی اومدن، چی شده اومدن، چرا بازیکن بهتری نیستن. شاکله بومیمون خیلی ضعیف‌تر شده و یه سری‌ها روی همین انتقاد داشتن. فعلا با توجه اینکه بازی‌های دوستانه کمی هم داشتیم نمیتونیم به لحاظ فنی زیاد چیزی قضاوت کنیم. باید حداقل یه بازی دو بازی چند بازی بگذره و ببینیم که واقعا تیم چی در چنته داره و البته ببخشید چی در چمچه داره. اینو دوستان میدونن قضیه چیه. اما خب هر چقدر بخوایم در مورد مسائل فنی صحبت کنیم اون یه بخش قضیه است. مسئله اصلی که خیلی نگرانشون حواشی دوربر تیم، حواشی مالکیتی، هر روز یکی میاد یکی میره. اما بخوام به طور خلاصه بهتون بگم ما این فصل داستان داریم. خب این بحثا دیگه فکر کنم کافیه. یه چند ساعت دیگه بازی شروع میشه، برم یه خونه یه نهاری بزنیم، بعد خودم آماده کنم که یه فصل دیگر هم با دماغ شروع کنم. بعضی وقت با خودم میگم کی تموم میشه، کی راحت میشم، ولی حکایت این فرشته‌های چپ و راست روشون هست. یکیشون میگه کی تموم شده راحت بشه، یکی میگه غلط میکنه تموم بشه. هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. داستان من و داموش هیچ وقت تموم نمیشه. خب تقریبا 2 ساعت مونده تا شروع بازی. داریم راه میافتیم به سمت عزادی. اولین ولاگ سال شروع شد. آره پوریا یه سال دیگه با تماش. همینه دیگه، زندگی که ما انتخاب کردیم قراره با سختی‌های بیشتری لذت ببریم. این زندگی ما دانشجویاست. اغراق دارم نمی‌کنم و دارم اون پوزم در نمی‌کنم بالا هر روز، ولی بازی دیگه تیممونه دیگه. کسی که عاشق میشه عشقشو به این راحتی ها تو ترک نمیکنه. ما روزای بدتر از این هم داشتیم. حالا چه از خودی میخوریم چه از ناخودی، چیزی که برای ما موندگاره هستیم. خب رسیدیم دوباره به عزادی، ورزشگاه کلاس جهانی عزادی با بهترین شبان و بهترین سکوها. بریم ببینیم چی میشه. سلام. بلیتتون کجاست بچه‌ها؟ گم کردم. میدونی که من همیشه با بلیت میام ورزشگاه. حیف نیست این بازی رو خاطر از دست بدید. ما چرا داره افرو میشه علی؟ دیگه از فصل پیش تعلق پیدا نکردم دیگه. میخوای جیم کلی بذاری؟ نمیدونم، بهش فکر نکردم. شاید از نظر در مورد وضعیت عالی چمن چی؟ از افعال معکوس برره‌ای داره استفاده می‌کنه دیگه. صحیح. مگه شک داری؟ چمن که اصلا وضعیتش مشخصه و بدتر از اون اینه که سپیدرود هم قرار اینجا بازی کنه. شهرداری آستارا هم قراره گفتن اینجا بخواد بازی کنه و میشه 3 تا بازی توی 2 هفته. آستارا هم میاد اینجا؟ گفتن احتمالش زیاده که بخواد بیاد. 3 ماه شد و داستانی که دوباره تکراری. یادت روز آخر بازی چی گفتم؟ گفتم بازی ها تمام بشه تازه گرفتاری های ما شروع میشه. 3 ماه گذشت و این تیم هر روز بعدش بدتر شد. ابرهای طوفانی هم دارن کم کم خودشون راه میندازن.
باید ببینیم امسال چی در چمچه داره. چه خبر از درآمدهای دلاری؟ داریم بابا میرسیم کم کم. آره فعلا داگزمون رو گرفتیم. مرسی. تونگون نگرفتیم. لباس مبارک. لباس رو بیدیم. به زیبا. زیبا. امروز خواهید با کنید. داستان ما با نیرو زمینی یه داستان معمولا غم انگیزه. درسته ما بیشتر اوقات اگه تیم برنده بودیم ما بودیم که برنده بودیم، ولی هر کاری بخوایم بکنیم خاناخا ما یادون بازی پلی آف میفتیم که سر داماشو تو روز روشن تو شهر خودش بریدن و مهم نیست چقدر از اون مدت بگذره، یادآوری اون روز مود ما رو به هم میزنه. تیم امسال داماش در حال گرم کردن. هیچ شرمی ندارم از اینکه بگم 99% رو نمیشناسم. چه شخصیتی. Guess who's back? نه گفتی که آرمارو Back again. بیا داخل فیلم. بیا دیگه. سلام چطور خوبی؟ کمتر از نیم ساعت به سوت آغاز اولین بازی فصل طوریه که انگار داریم وارد یه قلمرو ناشناخته میشیم. واقعا هیچی رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. از بقیه هم بپرسی طبیعتا همین ندارن. علی نه من باش موافق نیستم و فکر میکنم که میدونیم وضعیت چطوره، فقط نمیخوایم به زبون بیاریم. من یه خواستم ماسمالی کنم. ایزی لیمین سکویزی. من فکر میکنم که بازی 0-0 میشه. فکر میکنم بازی 0-0 میشه. من فکر میکنم بازی 3-0 میشه. تو بگو 3-1 دیگه. تو 3-1 می‌خواستی از قرن پیش. آخر یه دونه 3-1 هم ندادیم. خب به خاطر علی میگم 3-1. واقعا وضعیت ناشناخته داریم. واقعا هیچی رو نمی‌دونیم. از این ثانیه به بعد همه خوشحال باش. نمیتونم. من کار دارم. من گیف دارم. Anyway. محمد برین çek. Mehta. Kenardan Ali gelir diye gider. Gol yersin. Ye gol ne giyeyim hemen beni. Ye gol. Bia. بریم. بچه‌ها بیاد یالا رضا صدا کن بچه‌ها بیاد. یه گل به منم بده. خودت گلی بابا. ماشاءالله. سید ماشاءالله. سجاد ماشاءالله. من میخوام تماس گرم گل داره. آره به کادرم بده. این زمینیات بدم. بکش. بیا. مشهوره ره. این گل رو میخوای به کی بدیم آبی؟ خدا هستم تقدیم کردم به دست شما نکنه با آقای رهبر. مرسی. You're so kind. خودت داشت.
بزن. برو یکی دو استارت بزن. برو. برو یکی دو استارت. بازی شروع شده. ببینید فصل کجا میرسیم. اولین موقعیت رو برمیگردونن. نفر اینجا میشناسی؟ خدا به جز گلرمون با کنعان هیچ کی نمیشناسی. خدا نمیدونم اصلا کیان کجا اومدن. امروز بخوایم کراس بگیم هر دو تیم هم دارن مقابل حریفشون بازی میکنن هم دارن مقابل چمن بازی میکنن. اصلا بازی هر دو تیم رو مختل کرد. نیمه اول 0-0 مساوی شد. بازی خیلی بیروحی بود، زیاد موقعیت‌های آنچنانی نبود. حالا یکی دو تا موقعیت نصف نیمه نیمه زمینی داشت، یه دونه شوت خوب هم ما داشتیم، یه پنالتی هم که طبق معمول بر ما گرفته نشد. حالا خیلی خوب بازی می‌کنیم، پنالتی هم نمی‌گیرن مثلا. دیگه به هر حال بازی اول فصل با این شرایطی که تیم آماده سازی شد، شاید همین انتظارم میرفت، شاید بدتر هم انتظار میرفت. حالا ببینیم نیمه دوم چی میشه. نیمه دوم هم داره شروع میشه کم کم. بگین که اینو یادتون. مرسی که یادتون. ببین بهشون بر نخورا، همیشه بلند ارسال میکنن انگار همشون قد مثلا شکل اونیلو دارن. نه مثل کریستیانو رونالدو خوب میپرن. اینورم مشاور مدیر عامل خبیری مثل این که اومده. آره مشاور مالک میگن از پشت صحنه. بازی با تساوی بدون گل توی بازی که واقعا هیچ تیمی شاید لایق بردن نبود. بازی فوق‌العاده بیروحی بود. البته خب با توجه به زمان آماده سازی که تیم داشت شاید همین انتظار میرفت. حالا فعلا نمیخوایم قضاوت کنیم، ببینیم که در ادامه فصل چی میشه، تو بازی بعد چی میشه. حالا یه چالش دیگه داریم، بازی خارج از خونه پارسال که تو بازی خارج از خونه فاجعه بودیم. باید امسال چه روندی در پیش بره.